سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي. فقیران ما را طبابت می کنند. یعنی یکی از وزنین ترین بیماری هایی که در دل ما وجود دارد، تنها فقیران می توانند سبب معالجه این بیماری شوند. چیست این بیماری؟ ابن قیم رحمه الله می گوید فقیری که صدقه را از تو می گیرد، بیماری بخل را از وجود تو خارج می کند. این به مانند آن حجامتگری است که خون فساد را از بدن تو خارج می کند. بله برادران عزیزم، بخل یعنی بخیلی ورزیدن به کسی، این خیلی بیماری وزنین است که در دلهای ما وجود دارد. با صدقه دادن به کمبغلان ما می توانیم از این بیماری نجات یابیم. خداوندا پناه می بریم به سوی تو از بخل ورزیدن به کسی. و دیگر فایده های صدقه اینها می باشند: بایگری را تازه می کند، انسان را از گناه پاک می گرداند، از بلا و بیماری ها نگاه می دارد، در دل کمبغلان شادی و خرسندی می آورد، به مال انسان برکت می آورد، در روز قیامت برای صاحبش سایه می شود، حساب عملها را آسان می گرداند، در میزان یعنی ترازو عملهای نیک را وزنین می گرداند، در پل صراط گذشتن را آسان می گرداند، مرتبه هر یکی ما را در جنت بالا می بردارد. در حدیث آمده است هیچ مال از صدقه دادن کم نشده است. بله برادران عزیزم، این مالی که ما به صدقه می دهیم روز قیامت بر ما برگردانده می شود. نه آن مقداری که ما داده ایم، بلکه خداوند این مقدار را یک چند مراتبه افزوده یعنی زیاد کرده بر ما می گرداند و این سبب نجات ما در روز قیامت می شود. الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني